سلام بچه ها. سلام استاد. خوانندگان عزیز، وظیفه خانگی ما چی بود؟ نسیم جان. وظیفه خانگی ما انشای آزاد درباره مهر بودن. انشای آزاد درباره مهر بودن. آیا شما تیار هستید؟ بله. از پیروزی دویده تلخ و شوری ها چشیده، از پیروزی دویده تلخ و شوری ها چشیده، گنج دنیا را ندیده رنج دنیا را کشیده، گنج دنیا را ندیده رنج دنیا را کشیده، تا ما به قدرت میرسیم دنیا به آخر میرسه، تا ما به قدرت میرسیم دنیا به آخر میرسه. بودی آرزو و حواسم آچه بگم هر نفسم، بودی آرزو و حواسم آچه بگم هر نفسم، چو کبکی من در قفسم پشتی درد خار و خسم، چو کبکی من در قفسم پشتی درد خار و خسم، تا ما به قدرت میرسیم دنیا به آخر میرسه، تا ما به قدرت میرسیم دنیا به آخر میرسه. بچه حکی به آچه‌یم لختی جگر صد پاره‌یم، بچه حکی به آچه‌یم لختی جگر صد پاره‌یم، با دلکی آرزرده و در کوچه ها آواره‌یم، با دلکی آرزرده و در کوچه ها آواره‌یم. از پیروزی دویده تلخ و شوری ها چشیده، از پیروزی دویده تلخ و شوری ها چشیده، گنج دنیا را ندیده رنج دنیا را کشیده، گنج دنیا را ندیده رنج دنیا را کشیده، تا ما به قدرت میرسیم دنیا به آخر میرسه، تا ما به قدرت میرسیم دنیا به آخر میرسه.